فعالیت سودهای دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان گفت که بحث شرکت موبیلی تیسل با کمیته انداز به نفع اخیری انجام یافته است. ضمن نشست خبری گفته شد که شرکت تیسل از حکم دادگاه اقتصادی دوشنبه به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت تجدید نظر بردند. دعوا در دایره طلبات قانون بررسی کرده شد. و فکرم مرحله کاساسی بیان نوروزی بیان کرده سود اقتصادی شهر دوشنبه قرار قبول کرده بود و مرحله کاساسیونی هم مراجعه کردند و مرحله کاساسیونی هم قرار خود را وابسته به این بحث قبول کرد. مولوده قلندرزاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان همچنین گفت در نیم ساله اولی سال جاری بحث شرکت های تاجیکستان با کمیته انداز کاهش نیافته، برعکس تا اندازه بیشتر شده است. شرکت موبیلی تلیاسان شویسریا مالک شرکت موبیلی تیسل در تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری با نشر یک اظهارات گفت مقامات انداز تاجیکستان این شرکت را 155 میلیون سامانی معادل 20 میلیون دلار جریمه بستند. این شرکت در اظهارات رسمی در سامانه خویش که سنه 17 ینوری سال جاری نشر شد گفته بود مقامات انداز تاجیکستان در پی یک سنجش که دوره از ماه می سال 2015 تا ایون سال 2016 را در بر می‌گرفت شرکت تیسل را با پرداخت نکردن انداز متهم کردند. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان در شرح جریمه 155 میلیون سامانی شرکت تیسل از سوی این نهاد گفت این مبلغ در پی سنجش معین شده است و پورا درست می باشد. او در اوایل سال جاری ضمن نشست خبری گفت حالا جانب‌ها در رابطه با این مسئله وارد بحث دادگاهی شدند و پس از حکم دادگاه این مبلغ به فایده بودجه ستانیده می شود. تلیاسان را ماه مارس سال 2010 وارد بازار تلفن‌های موبیل و اینترنت تاجیکستان شد و با خریداری شرکت‌های ایندیگو تاجیکستان و سامانکام به جای آنها برند تیسل را جاری کرد.